یک قلعه دیگر بر بلندای کوه نمایان است. دکتر منوچهر ستوده در جلد 4 کتاب آستارا تا استرآباد نقل می‌کند: اگر نشانی ناصرالدین شاه درست باشد، قلعه اولاد قابل تطبیق با قلعه گردن، قلاع گردن یا دیو قلعه است. قلعه قدیمی که 3 برج بر طرف شرقی آن دیده می شود. آثار باروی آن هنوز باقی است. آبنبار دارد و مصالح اصلی آن آجر، سنگ، گچ و آجرهای قالب بزرگ است. دیو قلعه خب میگفتم، دیو خانه هم میگفتم، ولی نمیدونیم، ما دیو که ندیدیم و فقط همین گفته رو فقط داره میگیم. دیو خانه یه جای بود که مثل این که اونم بس فکر کنم باز ایامون در سر با البته بزرگا میگفتن این در اثر دوزی و این چیزا یه جایی بود که اینجا مثلا سریقه میکردن. یه کسی پول داشت، مال داشت، اینجا ازش میگرفتن، اعزازار میکردن، اینجا رو میگرفتن میرفت. به این شکل بود. این ما زمان از بین داشت رفت. این گفت این تاریخی و من یه جوری شکلی اینو در بیارم که بتونن اینجا یه تابلوی باشه. مثلا حالا اون موقع تابلو نبود، این یه تابلوی بشه که مثلا آقا کجا گنبد، مثلا یه شکل قیافه اینو در آورده بود. اینجوری نبود، سفید نبود. گفتم دیگه یه دیوار گلی بود، دور در چینده بود، یه راه داشت میرفت داخل، سرش هم مثل عموم بمبوش بوده. زمان خب اومد این خراب شده، دیواراشو آب گرفت و گل گرفت و دیگه دست نخورده اینو رفت. اینو اومد اینو درست کرده. همین پروفسور بابن. در راستوپی سوادکوه بر سر دوراهی سرخاباد برجی قدیمی ساخته شده از سنگ و گچ بر سر چکاد منفرد دیده می شود. این برج که در گذشته به دیوکلی معروف بود، در سال 1336 بر اثر زلزله آسیب دید. بعدها این برج توسط پروفسور شروین باوند به شکل 8 ضلعی بازسازی شد. وجود 3 پنجره دیدبانی بر روی دیواره برج نشان از اهمیت نظامی و تدافعی آن دارد. موقع ساختی که این برج آقای پروفسور شروین باوند سال 1336 اومد اقدام کرد برای ساخت این، برای موقع بازسازی کف همین اتاق جسدی برخورد کردن که در کاسه سرش، اون استخون جمجمه سرش نیزه چیز کرده بود و کنارش هم نیزه های چیز هم پیدا کردن. پیدا شدن اسکلت انسانی در زمان مرمت در اطراف این بنا و وجود آثار تیر و پیکان بر روی جمجمه و بدن نشان دهنده دورانی است که در این مکان جنگ هولناکی روی داده است. اینجا قبلا اصلا قبرستون بوده، آرامگاه بوده. اینجا رو جاده رو اون زمان که با دست سال 1336 انجامیدن با دست بوده که حتی به یه جسدی برخورد کردن. دست این مثلا جسد خیلی غیر طبیعی و بزرگ بوده و بازوبند علنگو مانند کلوف از کوچیک به بزرگ تو این استخوان قرار داشته. خانه یا دیوکلی اصولا، حالا اون تاریخ برگردیم به تاریخ رستم و سوارا با این قضایا، اون تو افسانه ها آمده که دیوکلی میکرد و اینا باشون مبارزه میکردن. خیلی از اونجا گرفته شد. چند سال اخیر هم که ثبت تاریخی شده و رنگامیزی کردن و حالا آثارش به این صورت باقی است. به ارتباطش هم با قلعه‌هایی که در اطراف این منطقه قرار گرفته وجود داره. اینجوری از شواهد برمیاد، مثل قلعه گردن ورسک یا عرض کنم قلعه چلچشمه یا تلمسن یا قلعه کنگالو و یا غار اسفباد خورشید. اینا با هم یه همخونی و یه ارتباطی در اون موقع داشته. همون استفاده نظامی که می‌کردن، نگهبانی که می‌کردن، دفاعی که می‌کردن از منطقه خودشون با دولت مرکزی، از اینا استفاده می‌کردن. دیگه نشون دهنده این موضوع. این قلعه با هم در ارتباط بینه؟ حتما در ارتباط بینه. روایتی بار اسفباد خورشید از تنگه آریمکو شیه به سمت از قلعه شیه به سمت اسفباد خورشید. توجه کردی؟ مامور نامه رو کشیده براتون اونجا نامه زنی این بر.
علامت والا ندیم اون دوران بالاخره با چراغا و با فلان و اون چیزا که دن بی مثلا اسمال داشت همین چشکل مثلا چشیر برین اینجوری به حساب مثلا یورو که شب توسط نور مثلا هیمه و فلان و این چیزا مثلا همدیگه آشنای اون زمان دیگه بغدستی و فلان این چیزا که دن میگه احتمالاً همین چیزا بیه دیگه. قطعا اون دوره علائم صوتی و چیز خاصی نبود که اینا برای هشدار دادن به هم از طریق نور یا آتش زدن گیاهی به نام گون که نور زیادی ایجاد میکنه قبلا به استفاده میکردن یا ارتباط پیک بود بینشون، از این طریق ارتباط قلعه ها حتما برقرار میشد. بچه اشتراک بیشتر قلعه های سوادکوه حضور دیوهایی بودند که در این مکانها زندگی میکردند و به زور از پایین دستها باج و خراج میگرفتند. این باورها در کتب تاریخ و هم در افکار بیشتر مردم این منطقه در گذشته وجود داشت. همه آدم بینه ورگتم دیو، آدم پهلوان، آدم رشید، آدم دلاور، زباندار، قلجور، بیان خوبی داره. ذبیح الله صفا در کتاب حماسه سرایی در ایران نقل می‌کند دیو در باور ایرانیان زرتشتی به دسته ای از مردم طبرستان قدیم اطلاق می‌شد که به آیین زرتشت نگرویدند و بر اعتقادات دینی گذشته خویش پابرجا بودند. دیوان را هم از نظر شکل و شمایل جسمانی و هم از دیدگاه طبیعی موجوداتی برتر و نیرومندتر می‌شناختند. بخاطر دید آب رودخانه که به هم وصل که بونه میون دو آب، یکی رودخانه اون ورسته یکی رودخانه این طرف ورسته نه اصلا طرف خطی کوه نه. دید رودخانه که اینجا وصل به دو آب کنه، بالای دو آب. این قلعه که اینجا داشته، قلعه که ما اینجا که می قلعه بن گم بی این زمین رو در روی خنه است. شما بگنی؟ قلعه بن چون زمینی که داشتین زمین نموگتیم قلعه بن، زمین قلعه بن به نام قلعه هستی که می زمین نموگتیم قلعه بن نموجوری به زبان مازندرانی که می قلعه بن همین قلعه هست داره. همین قلعه که رو در روی رمضان نه. قلعه سر حالا گن قلعه گردن که اون موقع نگهبان دیدبان غار بینه دوره اتباع بود خورشید. حالا ما با گفته پیران داره بگم که اینجا نگهبانی دانه. خود همین مکانی که اینجا اصلاح هستنی اینجا مشهور به روات سر. الان این زیر یک سر سنگ و ساروج و خشت و اینا هست. روات چیه؟ روات حالا به کاروانسرا بیه به چشی بیه مشهور است به روات سر. سر راه دوتا پای برمن رفیقت من دوتا رفت در قسمت جنوبی مازندران این سه نام همواره در کنار هم قرار دارد: بیروزکوه، خطیرکوه و سوادکوه. در گذشته کاروانسرایی در این قسمت وجود داشت به نام سرخ رباط. سرخاباد کنونی نام خود را از سرخ رباط گرفته است. در میان کتب تاریخی، سفرنامه‌ها، دست‌نوشته‌ها و باورهای مردم سوادکوه چنین آمده است که در بیشتر این قلعه‌ها و داخل دژها دیوهایی زندگی می‌کردند. به باور عوام از برج سرخاباد با نام دیوکلی یاد می‌شود، زیرا طبق افسانه‌هایی که در گذشته روایت می‌شد دیوی کور در این برج زندگی می‌کرد. درباره قدمت و دیرینگی این برج حاج زین العابدین شیروانی
سیاح و نویسنده کتاب بستان و سیاهه چنین می‌نویسد: در یک فرسنگی کاروانسرای شاه عباسی، سر سراحی که یک راه آن به شامرزا یا شهمیرزاد کنونی می رود، قلعه دیو سفید قرار دارد. این قلعه مشهور به عقاب مازندرانه. ولی کنگرو اسم قدیمی داشت و همینجوری بمانده است دیگه، هم دیگه از اصل واقعیت نداریم واقعا. لو به دو معنا هسته، حتی لو به معنای پرتگاه هسته یعنی لی، حتی لو به معنای لانه زنبور. کنگ به معنی کنده، کن لو، لو یعنی بالا آمدن، کن به معنی یک جایی که ارتفاع زیاد داره، بلندی، یعنی از یک جایی در واقع پستی به بلندی بیایی میگن کن لو، یعنی یک جایی خیلی بلند و ارتفاع رو شما از پایین اومدی بالا. وقتی از سراحی دوآب مسیر جاده خطیرکوه را میان دره باریک و صخره‌های بلند طی می‌کنیم، به منطقه‌ای می‌رسیم که آن را دوراهی روستای چاشم کنگلو گویند. در ضلع جنوب غربی روستای کنگلو، بر سر کوهی بلند، کله قندی و پرشیب با ارتفاع حدود 350 متر از کف دره، بنای یک برج و دو بازوی کشیده آن با مساحتی حدود 3000 متر مربع بر فراز تپه‌ای مخروطی و منفرد به صورت شمالی جنوبی قرار گرفته است. سواکوی زمین ها سبز واکو بهشت موندن کنده الهی تا منوش افتابت سواکور قدسی گل بهرام ببین چه وقته گل بهرام ببین چه وقته که بلبل مست و شیدای درخته که بلبل مست و شیدای درخته. نگهبان دید داشته به این بر اون ور بایتمه، هم دره دارن هم این بر. حالا زمانی که دشمن اموه بهشون به وسیله تیرکمان پرت کردن به سمت دشمن، اون ور که پرتگاه بیه، این ور که مسلط بینه به دشمن. 6 ماه اول سال گردشگرای زیادی اینجا حتی از کشورهای دیگر هم برای مشاهده این قلعه تشریف یاردن، از آلمان، فرانسه، کشورهای دیگر هم تشریف یاردن. قلعه کنگلو از 3 طبقه، 2 بازو و 2 برج مدور در طرفین تشکیل شده است. طبقه اول با ارتفاع 3 متر از زمین‌های اطراف و کف بنا احداث شده و شامل دیواره طرفین و مصالحی است که بر اثر عوامل طبیعی مانند زلزله، فرسایش و عوامل انسانی از روی سقف طبقه سوم و دوم بر روی سقف طبقه اول آوار شده است. ما فعلا طبقه اول رو حفاری و کاوش علمی انجام نداریم، زیرا احتمال میرفت بر اثر تخلیه آوار مقاومت بنا تضعیف شده و قلعه مرکزی از قسمت وسط و طرفین
آوار شود. طبقه دوم حجم آوار ما زیاد بوده. ما اومدیم آوار برداری کردیم، سنگاش کنار داریم. در ادامه این حفاری اطلاعاتی به دست ما اومده که به طوری که پنجره ها و نورگیرها و حتی ورودی هایی که به جناحین ضلع شمالی و ضلع جنوبی این قلعه در ختم می شده توسط سنگ ساروج و ملات و خاکای اطراف پر کردن. برای اینکه احساس کرده این قلعه داره خوش ول میکنه، اومدن تقویت کردن اطراف جناحین در واقع قوس‌های ضلع شمالی و قوس‌های ضلع جنوبی رو اومدن تقویت کردن، با سنگ و ساروج پرش کردن و حتی ورودی هایی که به این اتاقای جناحین و قوس‌های جناحین متصل می شده و ورود پیدا کرده پرش کردن تا قلعه مرکزی حفظ بمونه، تقویت بشه و این قلعه در واقع تخریب نشه. اما طبقه سوم فقط شامل دیواره است در ضلع غربی با یک نورگیر و طاق هلالی شکل به انضمام 2 عدد طاقچه در طرفین آن. البته این دریچه نورگیر نیست، بلکه به عنوان برج یا مکان دیدبانی قلعه بوده و برای احاطه بر محیط پیرامونی آن طراحی شده است. قلعه مرکزی به وسیله 2 بازوی بلند به جانب شمالی و جنوبی آن گسترش یافته. این 2 بازو از 2 برج طرفین به برجی مدور و وسیع منتهی می شوند که ارگ اصلی قلعه را تشکیل می دهند. این 2 بازو در ابتدا ساخته نشده بود، بلکه در فاصله زمانی برای استحکام و قدرتمندی دژ احداث و به آن متصل شد. دو برج توپر مدور در طرفین قلعه برای پایداری و استواری باروها یا بازوها ساخته شده است. سنگینی 2 برج طرفین ارگ به ایستایی و دفع رانش بنای دیوارها و ارگ کمک کرد. این دیواری که ما به یک برج مدور منتهی میشه، این در واقع در گذشته بعد از اینکه قلعه اولیه با احداث شده بعداً اومدن بهش اضافه کردن. با توجه به اینکه ما میبینیم که این دیوار و این برج به این قلعه مرکزی متصل نیست، منفک ازش. به خاطر همین ما میتونیم این فرضیه داشته باشیم که این قلعه بر اساس عوامل طبیعی یا زلزله دچار حادثه شده. به خاطر همین اومدن در واقع دیوار و بارویی احداث کردن تا این قلعه در واقع محافظت بشه و تخریب نشه. این قلعه یک معماری دوران اشکانی ساسانی است. طبقه سوم با توجه به قوسی که ما می‌بینیم، این قوس در واقع بیانگر دوره ساسانی بوده. خدمتی که بوده از دوره عهد ساسانی گفتن، حالا دیگه دوره عهد امام، همه پیرون و همه جدون اینا نیه، خیلی جلوتره. حالا چند سال است، حالا منتها احتمالاً به قرن‌ها احتمالاً طول کشیده.
والا قلعه ما که خب اینجا داریم بی معمولا حتی افرادی که مثل جناب علیشون اینجا خب دستگاه و وسیله فلان دارن خب ما اشناسیم متوجه بود. ولی حتی آدم متورقه که اینجا خب یه وقتای نامعلوم اینه بالاخره وضعیتش مشخص هست ما با هواش داریم بالاخره اینجا شون نه خبر دیم بالا خبر گیریم اینا کی هستن کی نه همین کنگلو بیه یا اینکه اسم دیگری داشته حالا دقیقا تو ثبت باید مشخص باشه احتمالاً هم هست یا کنگلو هسته یا اینکه از سابقه یه اسم دیگری داشته حالا ندیم باز دقیقا به صورتی که من ندیم اون تصمیم خودشون بیه دیگه حالا از قدیم احتمالاً حالا بهشون چجوری بیه باجگیر بینه یا اینکه نمیدونم حالا چه دورانی بیه بالاخره بهشون اینجا چون تنگه بیه نه حتی اینجا حتی تنگه دواب هم همین قلعه داشته منطقه توری بایی که اصلا همین درست روبروی دواب حتی قلعه هم داشت الان یک مقدار بین آثار باقیه بعد خود خطیرکوی تنگه هم داشته حالا ندیم حالا اون زمان بهشون باجگیر بینه بهشون از مردم که کسی گتنه عبارز گتنه فلان گتنه بالاخره این قلعه بخاطر بیشتر بخاطر همین دیگه نه اینکه سکونت کلیشون بیمو. قطر برج‌ها در پایین و روی کف زمین 5 متر، در بالا 4 متر و ارتفاع آنها در حال حاضر 6 متر است. طول هر یک از دیوارهای اطراف ارک 19 متر و ارتفاع آن هم سطح برج‌ها یعنی 6 متر و قطر آن 1 متر و 40 سانتی متر است. اما برگم بی سرچشمه پشت محل حتی چشمه دانه به اسم سرچشمه سر که دون یعنی بالای چشمه دیگه بالا محل از چشمه دانه سرچشمه از اونجا لوله کشی بیه اما به این سمت به وسیله لوله های سفال 1 متر 1 متر که بند داشته به هم متصل بیا شیه قلعه اونجا هم شیه وارد خزانه آب بیا آب جمع بیا که مورد استفاده زندگی اون زمان بیا. سنگچینایی که ما در این منطقه مشاهده میکنیم مربوط به در واقع سازه معماری و استقرار انسانی مربوط به دوران گذشته بوده به طوری که این سنگچینا فاقد ملاک بوده و حتی ما با توجه به فرسایشی خاکی که اینجا داشتیم این سازهای معماری در واقع خوش نشون داده و اینا نیاز به کاوش‌های باستانشناختی داره. مواد فرنگی که ما در این منطقه به وفور می‌بینیم داده‌های فرنگی که اینجا وجود داره مربوط به استقرار بیانگر استقرار انسانی منطقه است یعنی در گذشته مردمانی توی منطقه زندگی می‌کردند و سکونت اصلیشون اینجا بوده. البته نگفتم یه نکته‌ای که باید اشاره کنم سفالا مربوط به سفالای دوره تاریخی و سفالای دوره اسلامی بوده. این بیانگر این است که در 2-3 دوره تاریخی ما اینجا استقرار داشتیم. این نیست که ما فقط بگیم سفال صرف ببینیم که سفال تاریخی بوده ساکنین قلعه بوده نه در دوره‌های بعد هم استقرار انسانی هم اینجا وجود داشته. حد فاصله قله 1000 متری قدمگاه و قلعه کنگلو دره عمیقی به نام آریم تنگه یا تنگه آریم و در مجاورت روستایی به همین نام قرار دارد. از سمت شمال شرقی قلعه به سبب اشرافی که بر کیلومترها چشمانداز آریم تنگه و اطراف دارد میتوان منطقه را کنترل کرد. این دره راه صعب العبوری به شهر میرزاد استان سمنان دارد. از این رو میتوان پذیرفت که یکی از کاربردهای اصلی قلعه کنگلو کنترل اطراف به دلیل اشراف کامل به منطقه و موقعیت استراتژیک آن است. ورود سپاه دشمن به خاک طبرستان تنها راهی که میتونستن ازش استفاده کنن و راه جنگلی و راه کوهستانی برایشون در واقع غیر ممکن بود مسیر رودخانه ها رو انتخاب میکردن برای ورود به خاک طبرستان و یا مقصدی که مد نظرشون بوده. قلعه هایی که ما فعلا مشرف بر این تنگه داریم بیانگر این هستش که ما این تنگه ها رو در واقع پوشش بدیم از نظر امنیت و حفاظت ورود و خروج افراد رو توی در واقع این مسیر رو کنترل میکنیم. به خاطر همین این قلعه هم در بالای یک صخره سنگی قرار گرفته و در واقع احاطه کرده مشرف شده بر این تنگه تا ورود خروج و حفاظت این منطقه رو بر عهده داشته باشه.
کل بنا از ملات گچ و لاشه سنگ‌های مختلف، الوار و تیرهای چوبی بنا شده. از آنجا که در پوشش بنا و سنگچین از خرده سنگ‌های املاحدار مایل به رنگ قرمز و سنگ‌هایی که اکسید آهن دارند به همراهی گچ استفاده شده، رنگ قلعه به مرور به قرمز آجری نزدیک شده است. برای پوشش روی سنگلاشه‌ها و گچ و همچنین بهره‌مندی از زیبایی یک دست و صاف، از پوشش چند لایه‌ای ملات استفاده شده. ضخامت ملات بر روی دیوار و برج‌ها در بعضی از قسمت‌ها تا حدود 7 سانتی متر می‌رسد. معمار هر بار توانسته است سطحی به ابعاد حدود 50 در 70 سانتی متر را بپوشاند. مرز این ملات‌ها خطوط قابل رؤیتی را به وجود آورده که از مقاومت اندود کاسته و در نتیجه یکی از موجبات فروریختگی پوشش را فراهم ساخته است. سنگایی که در واقع در این بنا به کار رفته، سنگایی هستن زمخت، خشن، چند وجهی، از دامنه همین کوه‌ها در واقع تراشیده شدن و انتقال دادن برای احداث این قلعه. برای اینکه بتونن شکل ظاهریشون حفظ بشه، اومدن با آهک‌های و کوره‌هایی که تو منطقه بوده احداث کردن، آهک پخت دادن و آوردن تو این منطقه، اینو به صورت اندود در آوردن. ناگفته نماند با توجه به اینکه رنگ آهک رنگ سفیدی هستش و الان ما هیچ رنگ سفیدی در اینجا مشاهده نمی‌کنیم، اینو باید متوجه بشیم. سنگ‌های این منطقه سنگایی هستن که دارای آهن هستش. از مقاومت کششی چوب در سازه‌های تاقی مانند قوس تاق و گنبد برای رفع مشکل رانش استفاده شده و کاربرد آن از زمان ساسانیان معمول بود. در سمت راست پایه داخلی تاق، تاقچه‌ای با قوس بیضی شکل به تقلید قوس و تاق بزرگ طبقه دوم تعبیه شده. سفالایی که ما در واقع از داخل این گودال به دست آوردیم همه مربوط به سفالای این منطقه بوده. سفالای تاریخی هستش، سفالایی که حتی ما کف رو داریم به صورت شاخص و مربوط به ظروف آشپزخانه در این منطقه بوده. حفاری غیر مجاز متاسفانه میگم باعث تخریب لایه‌های تمدنی و فرهنگی این منطقه از جمله قلعه کنگلو شده. برای اینکه ما بررسی باستان شاختی که انجام میدیم، سفالی که در عمق 2 متری 3 متری زیر خاک هستش، این سفال میاد در سطح قرار میگیره. در بررسی اولیه که ما در این منطقه انجام میدیم، این در واقع معادلات باستان شاختی ما را میتونه تغییر بده. بناها و آثار تاریخی بجامانده از گذشته نشانه هایی هستند که در قله های مرتفع سرزمینمان بر جا ماندند تا ما را با شیوه زندگی نیاکانمان آشنا کنند. آثاری مانند قلعه 40 در، اسپهبد خورشید و کنگلو همچون درخت تنومندی قدمت، تاریخ و هویت ما را در خود ثبت کردند. باید با آگاهی و حفظ تاریخ و معماری سرزمینمان دید عمیق‌تری نسبت به جهان کنونی پیدا کنیم. همچون عقاب با بالهای گشوده به وسعت تاریخ طبرستان و بر فراز قله‌های بلند مازندران.
امروز در دل 36مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران می‌خوایم روایتگر یک پیوند باشیم، پیوند بین کتاب و سینما. سینما همیشه بیشتر از اون چیزی بوده که نشون میداده. پشت هر تصویر و هر حرکت جهانی از ایده ها، داستان ها و نظریه ها وجود دارند که خیلی از اینها قبل از اینکه روی پرده نقره‌ای ظاهر بشن در دل کتاب ها و روی کاغذ ها ثبت شدن. به قول یه بزرگی، یک کتاب خوب مثل یک فیلم خوبه، چون هر دوشون در واقع یک مسیر رو طی میکنن، از چشم ما وارد میشن، از ذهنمون عبور میکنن و به قلبمون میرسن. البته ما امروز میخوایم بیشتر در رابطه با کتاب‌های صحبت بکنیم که خود سینما رو روایت کردن. میخوایم از تاریخ سینما صحبت بکنیم، سراغ نظریه‌های فیلم بریم و با فیلمسازان برجسته بیشتر آشنا بشیم. هنر تصاویر متحرکه، اما این تصاویر یک شبه به وجود نیومدن. از روزی که بشر تصمیم گرفت حرکت رو ثبت بکنه تا زمانی که اولین فیلم‌های داستانی ساخته شدن، سینما یک مسیر پرفراز و نشیبی رو پشت سر گذاشت. حالا می‌خوایم به سراغ کتاب‌هایی بریم که این سفر رو روایت کردن. پیش از آنکه پرده‌های سینما روشن شوند، تخیل انسان در ادبیات و قصه ها به تصویر کشیده می‌شد. رمان نویسان دوره ویکتوریا سالها پیش از اختراع سینما داستان‌هایی نوشتند که آرزوی دیدنشان در پرده‌های متحرک را در سر داشتند. تلاش‌هایی برای ساخت ابزارهای مشابه سینما شکل گرفت، اما تا پیش از قرن 19 این رویا هر بار با محدودیت‌های فناوری ناکام می‌شد. سرانجام با اختراعات تازه و ثبت تصویرهای متحرک، تخیل دیرینه جان و سینما به عنوان هنری تازه پا به جهان گذاشت. تاریخ سینما داستان آزمون و خطاهایی است که تصویر را از تجربه علمی به بیانی هنری رساند. از نخستین تصاویر خام لومیر و ملیس تا شکلگیری زبانهای تازه روایت، سینما پیوسته در جستجوی معنا حرکت کرده است. امروز روایت تاریخ این هنر سفری است به کشف چگونگی نگاه انسان به جهان. روایتی از پیوند واژه، تخیل و تصویر. سینما تنها سرگرمی یا ثبت داستان‌ها نیست. تماشای فیلم تجربه‌ای پیچیده‌تر از آن است که در نگاه نخست به چشم می‌آید. فیلم‌ها حس‌ها و خاطرات ما را برمی‌انگیزند، جهان را بازآفرینی می‌کنند، معنا می‌بخشند و گاه ما را به دنیایی دیگر می‌برند. اما این تجربه تماشای فیلم از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ چگونه یک تصویر متحرک می‌تواند احساسات، اندیشه‌ها و دریافت‌های ما را اینچنین شکل دهد؟ در این میان نظریه سینمایی قدم به میدان می‌گذارد تا درباره ماهیت خود سینما پرسش‌هایی اساسی مطرح کند. اکنون همینجا در میان کتاب‌ها لحظه‌ای مکث می‌کنیم و به این دو پرسش فکر می‌کنیم.
نظریه سینمایی چیست و چه کار کردی برای فهم بهتر سینما دارد؟ ببینید، نظریه فیلم نظریه و مطالعات تحلیلی انتقادی هستش که در حوزه فیلم صورت میگیره. امروز این نظریه ها در حوزه ارتباط با شاخه‌های مختلف علوم انسانی بسیار گسترش پیدا کرده و به ما کمک میکنه که چگونگی کشف ساختار، درک ساختار، چگونگی ایجاد معنا، چگونگی شکل گرفتن و ایجاد معنا، چگونگی عرضم به خدمت شما عرضه معنا، مطالعات فرهنگی و تمام عناصری که در شکلگیری معنا و مفهوم و ساختمان یک فیلم نقش داره و بعد بعد تماشاگر که چگونه اینها رو درک میکنه و چگونه در حقیقت در جامعه مورد استفاده قرار میگیره، ما کلیت این رو در واقع به عنوان نظریه فیلم ازش استفاده میکنیم. نظریه فیلم شاخه‌های مختلفی داره، یعنی ما از حوزه در واقع نظریه فیلم در حوزه مطالعات ساختارگرایی شما بگیرید تا تمام زیر شاخه‌های حوزه پسا ساختارگرایی، حوزه‌هایی است که نظریه پردازی شده، در دانشگاه‌های مهم دنیا تدریس میشه و حتی فیلم‌هایی که متعلق به دهه‌های گذشته هست و حتی دهه‌های اولیه تاریخ سینما بر اساس این نظریات جدید فیلم دوباره احضار میشن، دوباره بازخوانی میشن و عرضم به خدمت شما مورد مطالعه قرار میگیرن. نظریه فیلم در این سالها خیلی گسترش پیدا کرده. با گسترش نظریه فیلم ما تونستیم که حتی خوانش جدیدی از تاریخ سینما داشته باشیم، یعنی که نظریه فیلم جدید تاریخ سینما رو هم مورد بازخوانی جدید قرار داده و خب این باعث میشه که آن چیزی که ما بهش میگیم علم سینما، اون چیزی که بهش میگیم دانش سینما گسترش پیدا کنه و طبیعتاً با علمی شدن سینما دیگه از اون فقط وجه سرگرمی سازیش، از اون وجهش که حالا تو ایران ما نداریم ولی در حقیقت در عرصه‌های جهانی اون وجه صنعتیش خارج بشه و طبیعتاً تبدیل بشه به یک مورد دانشگاهی و یک مورد آکادمیک که بسیار هم مورد توجه علاقمندان قرار میگیره. این نظریه فیلم امروز فقط صرفاً تو دانشگاه سینمایی و صرفاً در حوزه‌های سینما مورد استفاده قرار نمیگیره. امروز خیلی از شاخه‌های مختلف علوم انسانی مثل مطالعات اجتماعی، مطالعات زنان، اینها همه دارن در واقع از سینما استفاده میکنن و برای تبیین شاخه‌های علمی خودشون از نظریه فیلم هم استفاده میکنن. بنابراین ما امروز نمیتونیم نظریه فیلم رو کنار بذاریم. نظریه فیلم امروز لازمه سینماست و اگر این نظریه فیلم وجود نداشته باشه سینما نمیتونه به بقای خودش ادامه بده. شما در نظر بگیرید مثلا حوزه فیلم دیجیتال. حوزه فیلم دیجیتال یکی از جدیدترین حوزه‌های مطالعاتی سینماست که خب به هر حال در دوره‌های اولیه تأسیس و در واقع اختراع سینما اصلا اون موقع محلی از اعراب نداشته. اینا طبیعیه که عرضم به خدمت شما ما رو وارد حوزه‌های مطالعاتی جدید میکنه و به هر حال بحثی است که تو خود کشور خود ما هم در دانشگاه‌ها و مقالات، ژورنال‌های پژوهشی مورد توجه قرار میگیره و عرضم به خدمت شما دوستان در این عرصه‌ها مشغول پژوهش و فعالیت‌اند. من سعید باقرزاده هستم، مدیر مسئول نشر لگا. نشر لگا در سال 1396 تأسیس شد و ما تأسیسمون از همان ابتدا با کتاب‌های سینمایی بود. بالاخص نسبت سینما با فلسفه، در واقع کتاب‌هایی رو در نظر داشتیم که منتشر کنیم یه واکاوی فلسفی در فیلم‌ها و خود سینما به شکلی به ذات سینما بپردازه. اولین کتابمون در این حوزه، در حوزه سینما، مجموعه کتاب‌های 10گانه‌ای بودن تحت عنوان فیلم به مثابه فلسفه که هر کدوم از این کتاب‌ها یکی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما، فیلم‌هایی که در واقع در نوع خودشون اندیشمند بودند بدان پرداخته شده. بعد از این کتاب‌ها که در واقع صالح نجفی عزیز این کتاب‌ها رو تألیف کرده بود و در سال 1397 به عنوان کتاب برتر سینما انتخاب شد، بعد از این کتاب‌ها بود که ما کتاب‌های دیگری در حوزه سینما تحت عناوین عباس کیارستمی فیلم و فلسفه یا گفتگوهای عباس کیارستمی منتشر کردیم. حالا
چندین عنوان دیگری باز بعد از این منتشر شد، ولی اما مجموعه‌ای که خیلی خوب حالا تو ایران هم در حال حاضر شناخته شده در حوزه سینما کتاب‌های کینو آگورا هستند که با سرپرستی مازیار اسلامی عزیز مترجم و پژوهشگر سینما در لگا به راه انداختیم که اولین کتاب این مجموعه کتاب زندگی مؤلف بود با ترجمه روبرت سافاریان عزیز و کتاب‌های دیگری که به مرور با انتخاب آقای اسلامی مترجمانی که با انتخاب آقای اسلامی منتشر کردیم و تا کنون ما 9 عنوان از این مجموعه کتاب‌ها رو به چاپ رسوندیم که ادامه دار هم هستش. کتاب‌های کینو آگورا بنا بود که به دست دانشجویان به خصوص سینمایی برسه و ما هم با همین هدف در واقع این کتاب‌ها رو منتشر کردیم و خود این کتاب‌ها هم به زبان‌های اصلی در واقع با همین هدف نگاشته شده بود. از کتاب‌های کینو آگورا کتابایی که در ادامه منتشر خواهد شد کتابی از تحت عنوان دوربین سیاسی که کیانوش اخباری از زبان فرانسه منتشر کرده و کتاب دیگر باز بعد از دوربین سیاسی کتاب 15 درس با گودار هست که خود مازیار اسلامی عزیز کتاب ترجمه کرده. جدای از مجموعه کینو آگورا ما کتابای دیگری رو در حوزه سینما در حال منتشر داریم که از جمله کتاب نظریه سیاسی و فیلم از آدورنو تا ژیژک هست که صالح نجفیان کتاب رو ترجمه کردن. اینم خدمتتون بگم که جدای از کتاب‌های سینمایی خب ما از اونجایی که به صورت مجموعه‌وار کار می‌کنیم کتاب‌هایی در حوزه فلسفه داریم تحت عنوان درنگ‌ها که نوع کتاب‌های فلسفی و روانکاوی هستند یا مجموعه تحت عنوان معنای زندگی که در نظر داشتیم در این کتاب‌ها بلخص به فلسفه زندگی بپردازیم یا کتاب‌های تحت عنوان فلسفه برای کودکان و نوجوانان و جدای از این مجموعه‌ای داریم تحت عنوان ادبیات داستانی که تصورمون یا تلاشمون بر اینه که بتونیم آثاری که تو ایران منتشر نشده رو ترجمه و در دسترس مخاطبان لگا قرار بدیم. هر فیلمی یه امضایی داره. گاهی از همون چند فریم اول میفهمیم کار کیه. البته فیلمسازها فقط قصه نمیگن بلکه جهان میسازن با نگاهشون، با وسواسشون، با سکوت‌هاشون یا حتی با صداشون که میگن تصویر، صدا، حرکت. ما میخوایم توی این بخش کتاب‌هایی رو بررسی بکنیم که به دنبال رد پای خالقین آثار روان میشن و نگاه فیلمساز و جهانش رو کشف میکنن. به نظر من یکی از بهترین شیوه دیدن فیلم به خصوص برای دانشجوهای رشته فیلمسازی اینه که با مجموعه کاری فیلمساز داشته باشن. فستیوالا در معرفی فیلم ها خیلی تاثیر داشتن و دارن، اما شناخت واقعی یک دانشجوی سینمایی از دیدن مجموعه کارایی فیلمسازه که بدون این از کجا شروع کرده و به کجا رسیده و این پروسه شروع تا پایان به نظر من یه درس خوبه برای هر دانشجوی که در رشته سینما میخواد تحصیل بکنه یا علاقه‌مند به سینما. اونا بهتر میتونن خودشونو بشناسن وقتی که روند 30 سال 40 ساله کار یک کارگردان رو دنبال کنن. لوزا رئیسی هستم، سرپرست عکاسان روابط عمومی نمایشگاه بین‌المللی 36مین کتاب. عکاسی‌های خبری انجام میدیم، مستند خبری هست. بچه‌ها یه تیم 12 نفره هستیم، خیلی پرسرعت، پرقدرت، بدون هیچ استراحتی. دائم بچه‌ها در حال رفت آمد هستن. روزانه باید بلافاصله بعد از اینکه عکاسی‌ها انجام میشه کمتر از نیم ساعت عکس‌ها رو برسونیم به ستاد خبری که بتونن توی فضای مجازی صدا سیما و جاهای دیگه ازش استفاده کنن. امروز به خاطر اینکه ولادت
امام رضا علیه السلام بود، یه سری خادم امام رضا با پرچم و یه سری تبرک وارد شدن که هر قشری از مردم توی هر نوع دید، هر گونه سلیقه سیاسی، ایمانی، هر چیزی اصلا از خود بی خود شدن. خیلیاشون ایستادن و گریه کردن، پرچم‌ها رو بوس می‌کردن و این صحنه‌ها واقعا برای من جالب بود که توی دین هیچ صحبتی از اتفاقات دیگه نیست. همه مردم در نهایت قلبشون برای امام رضا می‌تپه. اینجا میون کتاب ها سینما هم قصه خودش رو روایت میکنه، قصه خیال، قصه دیدن خیال. امروز چند قدمی همراه شدیم، از تاریخ سینما، نظریه های فیلمسازی و فیلمسازان برجسته حرف زدیم که جهان رو از نو روایت کردن و خواستیم تکرار کنیم که سینما ادامه داره، چه روی پرده نقره‌ای و چه لایه صفحات کتاب.